سلام خوشگلای دلم. امروز میخوام برم برای اولین بار تو کل زندگیم به سگ واکسن بزنم. پس بیایید با هم بریم انجامش بدیم. اینجا دارم واکسن ها رو آماده میکنم، ولی قبل از زدن واکسن ها بهشون باهاشون دوست شدم و یکم باشون بازی کردم که قبل از تزریق استرسی نشم. برای زدن واکسن ها یه نفر باید مقیدشون میکرد که اینا خیلی تکون نخورن و برجه ورجه نکنن. در ادامه باید بهتون بگم که این واکسن ها یه بخش خشک و یه بخش مایع دارن که اینا با هم قاطی میشن و بعدش تزریق میشن. بعد از گرفتن واکسناشون بر کدوم تشویقی دادم که بدونن خیلی بچه خوبی بودن و اذیت نکردن. در نهایت برای هر کدومشون یه شناسنامه جدا دادم و اطلاعات خودشون و تایپ جدیدشون و واکسنی که خوردن رو توش ضمیمه کردم. همین.